این آفرهای سیم تلفنی بامزه معمولاً به دو روش روی سر مشتری نصب میشن. یا ظاهر یک دست مرتبی رو مشتری میپسنده، یا دوست داره فرش یه مقدار وز و کوتاه باشه. اگر هر کدوم از این روش‌ها رو بخوای برای مشتریت اجرا کنی، بهتره که به یه روش متفاوت هم آفروت رو درست بکنی. پس تا انتهای این ویدیو همراه من باش که تمام نکاتش رو بهت بگم. خب این آفروهای عروسکی یا سیم تلفنی خیلی پرطرفدار شدن و معمولاً درخواست برای نصبشون زیاده. اما شاید اون رنگی که مشتریت میخواد رو تو توی سالنت نداشته باشی و مجبور باشی بلافاصله براش درست بکنی. پس توی این ویدیو 0 تا 100 روش ساخت این آفروها رو بهت آموزش دادم. همونطوری که اول ویدیو هم گفتم، برای هر صف بهتره که روش متفاوت ساختش رو اجرا بکنی تا بهترین نتیجه رو بگیری. پس تا انتهای این ویدیو همراه من باش که این آفروهای بامزه رو بهت آموزش بدم. بریم برای درست کردن آفرو سیم تلفنی، نحوه ساخت این آفرو، تفاوت‌هایی که ساخت این آفرو با آفروهای قبلیمون داشته. اولین چیزی که شما توی آفرو سیم تلفنی باید آماده بکنید و برای کارتون بهش احتیاج دارید، خب به طب موهای دو سربازه. طبق معمول تمام آفروها ما موهایی که استفاده می‌کنیم موهای نیم پوش هستش. قدش رو به هیچ وجه نباید کوتاه بکنید، یعنی نصف نمی‌کنید. چرا؟ چون که فر آفرو سیم تلفنی ریزه و خود به خود این آفرو یک مقدار کوتاه میشه. دیگه شما نیایید با نصف کردن خیلی کوتاهش بکنید، مگر اینکه بخواید به عنوان چتری ازش استفاده کنید. برای کل موها اصلا به قدش دست نذارید. حتی اگر مشتری شما بلندتر هم میخواد، میتونید یک مقدار دگرده هم بکنیدش، همون موهای نیم پوشتون رو. مورد بعدی ترازوی گرمکشه. دیگه ترازوی گرمکش رو میدونید برای تمام آفروها ما ازش استفاده میکنیم. این آفرو هم مستثنا نیست و باید حتما ترازوی گرمکش داشته باشید. برای پیچیدن آفروها من از 2 تا وسیله استفاده میکنم که 2 تا سایز مختلف داره. یه آیس بگ که یک مقدار بزرگتره و این لوله های بادکنک آراییه. من به اندازه دلخواهم برش زدم و آماده کردم. قدش هم حدوداً 30 سانته. حالا میتونه بین 25 تا 30 سانت باشه. خیلی کوتاه نگیرید دختران، که اگر قد موهاتون بلند بود یه موقع کم نیارید. حالا با هم فکر میکنم حدود 30 سانت برش زدم. اندازه دقیقاً این نیهای آیس بگ من کار رو انجام دادم. نی آیس بگتون رو هم جنس خوب تهیه بکنه، چون جنسای مختلفی داره تو بازار. جنسش خوب باشه که تو آب جوش تغییر حالت نده. قیچی دارم، چسب آلومینیوم دارم برای بستن سطح موهام که شما میتونید هم از همون نخی استفاده کنید که ما تو ویدیوهای قبلی استفاده میکردیم، هم از چسب آلومینیوم، برس برای برس کشی و کرم مو. اما وزن کشی این آفرو یه تفاوتی با آفروهای دیگه داره که من باید توی این ویدیو کامل بهتون توضیح بدم. ببینید دخترها، آفروهای دیگه ما به خاطر اینکه سایز فرهاشون بزرگ بود خیلی راحت تار میشدن و باز میشدن بدون اینکه وز بشن و یا خراب بشن. اگر هم یه مقدار وز میشد ما با کرم مو دوباره استایلش میکردیم. اما این آفرو چون سایز فرش ریزه 2 تا حالت وجود داره. آفرو سیم تلفنی به 2 روش یا 2 سبک روی سر نصب میشه. یا اینکه اصلا دوست نداره مشتری آفروش وز بشه و دوست داره همون حالت سیم تلفنی مرتب و منظم روی سرش باقی بمونه. و یا اینکه بعضیا این استایل رو میپسندن که کلا دوست دارن وزی بشه و روی سرشون حالت وز قرار بگیره، آفروهای کوتاه وز. من پیشنهادم این هستش که وزن این آفرو رو مثل آفروهای دیگه 5 گرم 6 گرم نگیرید. چرا؟ چون یک مقدار موقع تارتار کردن به خاطر ریز بودن فرهاش احتمال وز شدنش بیشتره. پس اگر مشتری شما بخواد که آفروهاش حالت وز نداشته باشه، ممکنه شما اینجا به یه چالش بخورید. پس بهتره که وزن آفروهاتون رو کمتر بکنید که نهایتاً یه آفرو رو 2 بار از هم بازش کنید و بلافاصله بعدش هم با دستتون مرتبش بکنید. اگر بیان آفرو رو با وزن زیاد بگید و مجبور باشید چندین بار یک تار آفرو رو باز کنید، احتمال وز شدنش زیاده و شاید مشتری شمایی که سبک مرتب و منظم رو میپسندید دیگه اون آفرو رو نپسنده. پس وزن آفروهاتون رو میتونید یه مقدار کمتر بردید. اگر میدونید که مشتری شما اون سبک وز رو میپسنده، خب اشکالی نداره، میتونید با وزن زیاد هم درست بکنید. ببینید دخترها، وزنی که من قبلا به شما میگفتم برای آفروهای معمولیتون بردارید، یعنی آفروهایی که فر نشال و باز داشتن، حدود 5 تا 6 گرم بود. اینجا بهتون میگم بین 2 تا 3 گرم بیشتر مو بر ندارید.
نکته بعدی این که موهای من رو نگاه کنید دختر، موهای من عمر است، یعنی حجم بالای موهای من از پایینش بیشتره. شما اگر همین الان 3 گرم بود موهای من، همین 3 گرم رو روی موی یک دست بردارید به تبع حجم بالای موهاتون کمتر میشه. به این نکته هم دقت بکنید که حالا دیگه اون سلیقه خودتونه، دوست دارید عمره بردارید، دوست دارید معمولی بردارید. الان موی من اینجا 3 گرمه، پس بهتون گفتم شما بین 2 تا 3 گرم مو بردارید، یعنی حجم موهاتون خیلی زیاد نباشه. حجم کل موها رو هم که قبلا بهتون گفتم ما معمولا 300 گرم مو استفاده میکنیم، مو برمیداریم آماده میکنیم، کم نمیاد 300 گرم. اما اگر هم زیاد اومد هیچ اشکالی نداره، شما اگر مو زیاد بیارید حین نصف آفرو خیلی خیلی بهتر از اینه که بخواید مو کم بیارید. خب من چند تا دسته آماده میکنم، بعد میریم سراغ مواد زنی و بقیه مراحل. من 4 تا دسته آماده کردم و حالا میخوایم مواد زنیشو شروع کنیم. طبق معمول تمام آفروها من از کرم مو استفاده میکنم. باز هم تاکید میکنم خیلی از من میپرسید که برند کرم مومون چی باشه، ما ریویژن پیدا نکردیم. اصلا خیلی اهمیت بالایی نداره که برند کرم موتون چی باشه. اگر که از نظر بودجه مشکلی ندارین برکلی میتونید انتخاب کنید. اگر که با بودجهش مشکلی دارین و نمیتونید اونقدر هزینه کنید، میتونید کرم موهای ارزون قیمت‌تر رو جایگزین رو کنید. خب چرا من از مثل بقیه همکارام من از ژل واکس استفاده نمی‌کنم؟ قبلا رو توی ویدیوهای قبلی توضیح دادم. به خاطر اینکه ژل واکس 2 حالت داره. اول اینکه یا توی آب جوشی که موها رو میذارید کامل حل میشه، چون حلال ژل واکس آبه. همونطوری که شما وقتی به موی مشتری میزنید خیلی چسبناک میشه، یه مقدار اسپری آب میزنید دوباره از هم باز میشه، همون حالت هم توی ژل واکس وجود داره. وقتی شما ژل واکس رو به مو بزنید، توی آب جوش بذارید، 1 دقیقه توی اون گرمای آب جوش بمونه، مشخصا از هم باز میشه و اصلا ژل واکس روی موهاتون نمیمونه، پس موهاتون وز میشه. اگر هم که نره، یعنی تو آب جوش حل نشه، خب باز چه اتفاقی میفته؟ اون چسبناکی و اون چسبندگی اصلا حالت قشنگی به موی شما نمیده، موهاتون طبیعی نمیشه. پس این مهمترین دلیل اینه که من از ژل واکس استفاده نمیکنم و به همه هم میگم از ژل واکس استفاده نکنید. اما کرم مو یک مقدار چربی داره. حالا شما من پیشنهادم اینه که الان به موهاتون درصد بیشتری کرم بزنید که وقتی داخل آب جوش قطعا یک مقدار از این کرم هم تو آب جوش حل میشه. وقتی حل شد یه مقدار از اون چربی روی مو باقی میمونه و همون باقی موندنش باعث میشه اصلاً به هیچ وجه تار نشه. پس این نکات رو دخترها هیچ کس حتی توی دوره‌هاش به شما نمیگه. خواهش می‌کنم با دقت به همه نکته‌هایی که دارم میگم گوش بدید و اجرا کنید. مطمئن باشید بهترین نتیجه رو میگیرید. خب من میخوام الان به این مو کرم بزنم. میام چه کار میکنم؟ یک سمتش رو دور دستم میپیچم، یک سمتش آزاد، یه مقدار کرم برمیدارم میذارم پشت دستم، کم کم باز میکنم و همه جای مو دخترها، همه جای مو دستم رو داخل موها میبرم و حتی نوک موها رو یک مقدار قبلا هم بهتون گفتم بیشتر کرم بزنید. چرا؟ چون که نوک مو احتمال وز شدگیش معمولاً بیشتره. ما موی ندیم که از بالا وز شه، معمولاً موها از نوکش وز میشه. خب اون سمت که زدم این ور میپیچم دور دستم، دوباره کرم رو برمیدارم و همه جای موهای الیافمو به کرم آغشته. پس شما به همین ترتیب کل موهاتون رو به کرم آغشته میکنید. نکته‌ای که نباید یادتون بره، وقتی که کامل 2 طرف رو به کرم آغشته کردین حتما صاف تو دستتون نگه می‌دارین. از یه شونه دندون ریز یا برس استفاده میکنید، چندین بار برس کشی میکنید تا تمام این خورده موها از داخل مو باز شه و اون کرمی که شما به مو زدین کامل توی مو پخش شه، توی دسته های مو، توی تارهای مو پخش بشه و کلش کرم بخوره. اوکی، پس این میشه روش کرم زدن. حالا اگر آفر شما وز میشه، به احتمال زیاد کرمتون رو کم زدید، خواهش میکنم بیش از حد دیگه خیلی یک مو رو سنگینش نکنید، چربش نکنید که بعد از اینکه از آب جوش هم در میارید خیلی چرب باشه و بیا شکایت کنید که چرا آفروی من سنگینه، چرا آفروی من انقدر چربه. ببینید کرم زدن یه حالتی داره که وقتی مو رو تو دستتون میگیرید خودتون متوجه میشید با حالا
من دارم توی ویدیو تمام نکته‌هاشو میگم، اما شما باید خودتون تجربه کنید، تست کنید و بعد روی سر مشتری انجامش بدید. ببینید وقتی خودتون 2 بار این کرم زدن رو انجام بدید متوجه میشید که حجم کرمتون کجا کفایت میکنه و بس دیگه. وقتی بیش از حد بیای شما اون رو چرب کنید و حالت قشنگ و طبیعیش رو از دست میده. ببینید الان من طبق تجربه‌ای که تو این مدت به دست آوردم فکر میکنم که اینقدر کرمی که به موهام میزنم دسته، بیشتر از اون دیگه کرم نمیزنم. حالا بقیه دسته‌هام رو هم کرم میزنم و میرم که بذارمشون داخل آب جوش و نتیجهش رو ببینم. من میخوام 2 تا با این نی آیس پک بپیچم، 2 تا هم با این لوله های تولدی، اما به روش‌های مختلف میخوام این کار انجام بدم. حالا روشی که من میخوام امروز بهتون آموزش بدم به چه صورته؟ ببینید دخترها، میخوام یکی رو روی نی آیس پک 2 طرفه بچینم. حالا فرقش چیه؟ من الان بهتون توضیح میدم. اول اینکه برای 2 طرفه پیچیدن حتما باید موهاتون رو از وسط تو دستتون نگه دارید، بذارید وسط نی یا حالا وسیله‌ای که میخواید بپیچید. مو 1 دور دور دست، 1 دور دور نی، 1 دور دور دست، 1 دور دور نی. خیلی با دقت این کار انجام بدین و دستتون رو هم محکم نگه دارین که باز نشه. کاملا چسبیده به هم باشه موهاتون. هر چقدر این بین موها شما فاصله داشته باشین باعث میشه سایز فرهاتون بزرگتر شه. خب ببینید دختر، من میخواستم برای فیکس انتهاش از چسب آلومینیوم استفاده کنم، اما تا چسب آلومینیوم من خیلی خاصیت چسبندگی نداشت، یعنی چسبندگیشو از دست داده بود. پس من مجبورم مجدد از همون نخ استفاده کنم، نخ معمولی رو. ببینید دقت کنید که چند دور میام دور این میپیچم دور انتهای موهام، ولی هیچ گرهی، دقت کنید، هیچ گرهی به نخم نمیزنم، فقط میپیچم همینطوری ساده، هیچ کارش ندارم. اگر گره بزنید بعداً ممکنه موقع باز کردنش اذیت بشید، بعداً اذیت میشین. اما همینجوری که شما بپیچین بعداً میگیرید سرشو بازش. حالا میام این سمت طرف مقابل. اگر موقع پیچیدن احساس کردید که دختران کرمتون کمه، حتما هر جایی که احساس کردید چربیش کمه، موها داره از هم باز میشه، احتمال داره که وز بشه، کرم بزنید و بپیچید. ببینید 1 دور دور دستم، 1 دور دور لوله، همینجوری داره میچرخه. به همین تمیزی کارتون رو انجام میدیم. من روش‌های مختلف پیچیدن رو بهتون میگم دیگه، شما از هر کدوم که دوست داشتید میتونید انجام بدید. دقت کنید که توی تمام این روش‌ها سایزها با هم متفاوت میشه. الان این روش یه سایز رو به من میده، با همین لوله من اگر از روش دیگه استفاده کنم یه سایز دیگه به من میده. نگاه کنید، این الان یکی از فرای سیم تلفنی منه. اوکی. حالا روش بعدی رو من با این نی آیس پک انجام میدم دوباره. اگر مشتری شما دوست داره که فرش یه مقدار بزرگتر باشه میتونه از این روش استفاده کنه. ببینید من 2 تا دسته رو از وسط، دسته موهام رو از 2 طرف از وسط نگه میدارم به این شکل. خب سر موها رو یه چیزی میبندم، حالا یه نخی، کانوا، یه چیزی که سر موهام با هم قاطی نشه. میام یه تیکه نخم رو جدا میکنم، این بالا یه حالت گرهی میندازم، یه دونه گره. ببینید فقط به خاطر اینکه این سرنخ من مشخص باشه. حالا هم میتونید از کانوا استفاده کنید، هم از این گره نخ‌ها استفاده کنید، اون دیگه دست خودتون. میاریم سر نخ رو میذارم اینجا و ادامه نخمو دورش میچرخم، یعنی این اینجا فیکسه. اوکی. ببینید به همین راحتی فیکسش کردم و حالا میام
دوباره بقیه موها رو، منتها این دفعه اگر دقت کنید حجم موها بیشتر شد. چرا؟ چون دو دسته رو با هم یکی کردم، میپیچیدم. این چه تغییری ایجاد میکنه دختر؟ این تو سایز فرها یه مقدار تغییر ایجاد میکنه و فرها کوچیک و بزرگ میشه. حالا من دوباره ادامه این نخم برمیدارم و چند دور اینه که بدون هیچ گرهی. من اصلا هیچ طرف موهامو گره نمیذارم که بعد موقع باز کردن اذیت بشم. ببینید این یه روش پیچیدنه. میبینید دخترها؟ پس تا اینجا من با همین نی آیس بگم 2 سایز فر آفرو عروسکی دارم. حالا شیرنگا یا لوله‌های بادکنک آرایی هم من میتونم همینجوری 2 سایزی درست بکنم. یعنی یکیشو برمیدارم 2 طرفه میپیچم. ببینید این شد 2 طرفه با سایز کوچیک‌تر. حالا بریم سراغ 1 طرفه سایز کوچیک‌تر و تفاوت اینا رو ببینیم. ببینید کامل اگر فاصله افتاده من این فاصله رو میگیرم که کاملا فرم قشنگ باشه. پس ببینید این 4 روش پیچیدن منه. 2 تا با این 2 تا با این. حالا من میرم که آب جوش رو بیارم و اینا رو داخل آب جوش بذاریم و بعد نتیجه رو با هم ببینیم. خب ببینید دختران، من یه ظرف بلور رو بردم که وقتی آب میریزم و این با کرم مو حل میشه شما تغییر رنگ آب رو میتونید متوجه بشین. سعی میکنم آب رو روی تمام قسمت‌های موهام بریزم. حالا خصوصا این یه مقدار بلندتره که آب کامل به همه موها بخوره و فالت بگیره. کامل آب میریزم. حالا شما اگه یه ظرف مسطح تر بردارید باز کارتون راحت تره. ببینید رنگ آب و دختر رو نگاه کنید تغییر کرد. میبینید یک مقدار از کرم موهای من اینجا نشون میده که تو آب حل شد. اون مقدار اضافی کرم موی منه و این برش کنید تا موها قشنگ 1 دقیقه تو آب جوش بمونه. حتی با 10 ثانیه هم تو آب جوش گذاشتن این حالت میگیره. یعنی اینجوری نیست که حالت نگیره موهاتون. اما ما برای ماندگاری بهتر دوست داریم که خیال خودمون راحت باشه و موهامون خوب و تمیز حالت بگیره. خب ببینید بعدش من یه دونه اینا رو آب اضافه‌شو میگیرم میذارم رو دستمال تا خشکش کنیم و باز کنیم. به هیچ وجه باز هم تاکید میکنم چنگی نمیزنم، فقط یک کم همینجوری با دستم فشار میدم تا هم از گرماش کم بشه و همون آب اضافهش جمع بشه. اوکی. حالا بریم برای باز کردن. بذارید اول این 2 تا آیسبگی ها رو باز کنیم. ببین این آیسبگ 2 طرفمه. این آیسبگ ببخشید 1 طرف است. اشتباه گفتم. ببینید چه فر بامزه‌ای به من داد و یه مقدارم سایز فرم اگر دقت کنید درشته. دو طرف است. حالا من شروع کنم بذارید همینجوری بازش کنم چون محکم پیچیدم الان با کشیدن در نمیاد. حالا راحت تر. ببینید اینم 1 طرف است. اگه بخوام کنار اون فر بذارم همونطوری که میبینید این فر بازتر قرار میگیره و اون فر بسته تر داره قرار میگیره. اوکی. حالا بعد من روی سطح رنگ روشن میذارم که با دقت ببینید. حالا میرم سراغ این لوله های بادکنک آراییم و ببینم که اینا چجوری شده.
خب میام سمت بالا، باز میکنم و در میارم. از بالا شروع به باز کردن. دختر حتما باید بذارید موهاتون خنک بشه، بعد بازش کنید. همون 1 دقیقه 2 دقیقه رو مکس داشته باشین. چرا؟ چون اگر مو خنک نباشه، ببینید این چقدر ریزه، سایزش رو با اونا مقایسه کنید. چون اگر مو خنک نباشه و شما بکشین، احتمال اینکه یه دفعه حالت موهاتون تغییر کنه خیلی زیاده. حالا این سمت شروع میکنم به باز کردن. ببینید من یه موهام پیچید و همین ممکنه باعث وز خوردن کارم بشه. پس خیلی حواسم رو جمع میکنم. اگه تونستم در میارم که مال من در اومد، اگر نتونستم در بیارم فوراً قیچیش میکنم. و اینم یکی از فرها. حالا بذارید من روی زمین بذارم و سایز فرها رو با هم مقایسه کنید. ببینید این فریه که من از 2 طرف یکی کردم و این فر 2 طرفه هر دوش با یا اسوگه. این فریه که از 2 طرف یکی شد با لوله بادکنک کالایی و اینم فر تک 2 طرفشه. و همونجوری که میبینین دختران نگاه کنید، کاملا مشخصه که سایز فرها با هم تفاوت داره، طول فرها و به تبع میزان باز بودن فرها با هم تفاوت داره که شما میتونید با توجه به سلیقه مشتریتون از این سایز که کوچکترین سایزمونه تا این سایز که بزرگترین سایزمون هست شما فر بزنید. اما برای باز کردن فرها حتما قبل از اینکه باز کنید یه کوچولو نوک گیری داشته باشین. نوک موها رو بزنید، چون معمولا نوک موها از همه جا وزتره. ببینید من خیلی آروم از بالا شروع میکنم به باز کردن. حالا این فرهای سیم تلفنی یا عروسکی که ما داریم میزنیم، یه نکته خیلی مهمی که داره اینه که ببینید با کوچکترین تکونی و بالا پایین شدنی احتمال اینکه فر به هم بریزه هست. پس حتما چند دور دستتون بچرخونید و آروم تا پایین باز کنید. نگاه کنید که فر بالا پایین نشه، چون اگر بالا پایین بشه یعنی هر فری سر جای خودش نمیشه، سریع وز میشه و اون وز شدن رو نشون میده تو خودش. پس وقتی بخواید فرتون رو باز کنید باید به این سبک به این روش باز کنید. حتما دور انگشتتون بپیچید. الان من اینو میخوام بازش کنم، میام بین این 2 تا نور رو باز میکنم. خب بعد این فروس یه ذره که از بالا دارم باز میکنم، نگاه کنین دور انگشتم یه 2 دور میپیچم، چند دور میپیچم، بعد آروم آروم میام تا پایین. الان این از هم جدا شد متاسفانه چون رفته تو هم. ببینید از هم جدا شد یکی از دستهاش، میبینید؟ پس اگر شما بخواید تار بکنید خیلی خیلی طبیعیه که روی فر سیم تلفنی یه مقدار وز شدن رو داشته باشه. حالا پس میایم چه کار میکنیم؟ اینجا من بهتون یه نکته بگم. اگر مشتری شما دوست داره که فراش همینجوری روی سرش نصب بشه، که فر سیم تلفنی خیلی من پیشنهاد نمیدم این حالت رو. اما باز اگر سلیقه مشتریتون اینجوریه، میاد نصبتون رو خیلی با حجم کم انجام میدین، یعنی درست کردنتون رو خیلی با حجم کم انجام میدین که در نهایت موقع نصب یا نخواین تار کنید یا 1 بار یا 2 بار تارش کنید. اما اگر مشتریتون ظاهر وزی دوست داره، میتونید با سایز ریز درست کنید اما با تعداد موهای بیشتر، حجم موهای بیشتر، که هم سرعت کارتون بره بالاتر، هم در اتفاق براتون مهم نیست دیگه. مثلا یه کوچولو هم حالا وز بشه خیلی هم اهمیتی نداره. حالا من اگه بخوام همینجوری باز کنم و باز شدنش رو بدون هیچ ترسی بهتون نشون بدم، یه کوچولو میام نوک 2 طرف رو میزنم، چون نوک‌ها خیلی زود کارم رو وز میکنن. اون موهای بلندی که بیرون زده رو میزنم، میام از بالا موهام قشنگ تارها رو از هم باز میکنم کامل تو دستم نگه میدارم و آروم میکشم تا پایین. حالا هر جا که گیر کرد اینجوری آروم میکشم، دستم رو میبرم توش که این باز شه. دوباره
میکشم و بازش میکنم. ببینید دخترها، بذارید من روی زمین بذارم که شما ببینید. کاملا بدون هیچ ترسی گرفتم، کشیدم و بازش کردم. درسته که یه مقدار مس شد، اما اصلاً گیر نکرد. یعنی ما گره تو کار ننداختیم. ببینید حالا من دست میکشم و یه مقدار کارمو مرتبش میکنم. ببینید حالا اگر مشتری شما این ظاهر رو میپسنده که به نظر من خیلی بامزه‌تر و کوکولی‌تره برای فرق سیم تلفنی، به همین راحتی شما تارتار میکنید. اما اگر که دوست داره به همین تمیزی روی سرش نصب بشه، پس شما هم به همین تمیزی باید آروم آروم با حجم کم درست کنید و براش نصب انجام بدید. خب اینم از ویدیو آفرو سیم تلفنی یا آفرو عروسکی که خیلی هاتون دوست داشتید روش ساختنش رو یاد بگیرید. سعی کردم هر نکته تکنیکی که این آفرو داشت بهتون توضیح بدم. اما باز هم اگر نکته و یا سوالی هست که جوابش رو نگرفتین، حتما بر من کامنت بذارین، چون دونه بدون کامنت هاتون رو جواب میدم. توی گروه تلگرامی هم میتونید نمونه کارهاتون رو ارسال کنید و یا سوالای کلی ترتون رو از من یا بقیه دوستاتون بپرسید. خب خوشحالم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. مرسی از نگاه زیباتون.